بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آخری سورة الناس مکیتون. سوره ناس هم این سوره مکی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم الله متعال تعلیم میده به رسول الله صلی الله علیه و برش میگه قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و اعوذ فکر دان باشه و مردم. استعاذه کس یکی از عبادات چی است؟ عبادات قلبی استعاذه هست. قلب انسان پناه میبره همیشه به الله. بو که ما پناه میبرم به رب الناس، به رب مردمان. رب الناس یعنی الله که از اول صفحه قرآن گفت که رب العالمین و در آخر صفحه قرآن چی گفت؟ رب الناس گفت. پس الله متعال رب العالمین است و رب الناس است، رب تمام بشریت است. از این خاطر اسلام این مخصوص کدام قوم و مخصوص کدام منطقه و قاره نیست، بلکه به تمام انسان ها هست. سفید پوست، زرد پوست، سیاه پوست، اروپایی، افریقایی، آسیایی، امریکایی و کل قاره های دنیا و انتارکتیکایی و کل از اینا چی است؟ الله رب الناس است، ملک الناس. الله متعال مالک مردم ها هست. مالک مردم ها هست که مالکیت و توحید مالکیت که است، توحید ربوبیت که است، مخصوص الله هست. الله رب الناس است، مالک از اینا هست. اله الناس معبود حقیقی مردم است، یعنی ذاتی که او عبادت میشه. ما به او پناه میبرم. اما به چیزای دیگه که مستحق عبادت نیستن، تو چرا عبادت؟ خود استعاذه کس گفتیم یکی از بابهای چی هست؟ استعاذه یک عبادت قلبی هست. باید انسان با قلب و قالب به الله عبادت بکنه. چرا؟ الله اله الناس است. من شر الوسواس الخناس، میگه من پناه میبرم به الله از شر چی؟ از شر وسوسه های الخناس، شیطانی که خناس است. ما و شما در سوره چیز هم خواندیم که خناس یک قسم ستاره هاست. ولی چرا خناس میگفتن؟ به خاطر از که میگه و یک دفعه آشکار میشن، یک دفعه باز پنهان میشه. و ستاره رو سعی کنی یک دفعه معلوم میشه، یک دفعه دیگه بیخ دیده نمیشه. و اینجا همین شیطان هم که هست. میگه چرا خناس میگه شیطان وسوسه کننده که خناسی رو میگن. این به خاطر از این هست که وقت حق بیان شد و وقتی که ذکر الله شد و وقتی که توحید الله گفته شد، باز یا فرار میکنه. مثل که در حدیث شریف میگه که وقتی که آذان میشه، میگه شیطان میگه فرار میکنه و له ذرات، تا صداها و بادش میبره. به این خاطر میگه که من پناه میبرم از شر از این شیطانی که وسوسه کننده هست و وسوسه میکنه و در وقت بیان حق و توحید و عقیده و ذکر الله که با قلب و با عقیده ذکر شوه و تعلیم علم، باز این شیطان چی میشه؟ فرار میکنه از مجالسی که اونجا توحید است. و وقتی که باز زبان چپ شد و مجلس به گناه گپا بدل شد، باز این شیطان دوباره پس چی میکنه؟ بر میگرده، یعنی پتشونده و برگرداننده. الذی، او شیطانی که این خناس است. میگه آیا این تنها این شیطان است که چی وظیفه داره؟ یوسوس فی صدور الناس، که وسوسه میپرده در سینه های مردم. آیا این شیطان از انسان ها هست یا از جن ها هست؟ قرآن عظیم شان میگه که از هر دوش است. من الجنتی، از شیطان های جنی، و الناس، و از شیطان های انسانی. یعنی بعضی شیطان هایی که انسان در وسوسه و دیگه پا میپرته و شبهات و شک گپا رو در انسان ایجاد میکنه، بعضی از اینا شیطان های جنی هستن و بعضی از شیطان های انسانی هست. شیطان انسانی رو هم بعضی اوقات شما دیده باشین که اگر فکایی باشه و مذاق باشه و فیلم باشه و رشخندی باشه، قرار شیشه خوب ساعتش تیر است. مجرد که حق بیان شو و توحید بیان شو، باز خط بکده ببینی که در مجلس میگروزه. چرا؟ خناس عادتش می هست که در گمراهی حاضر میشه و وقتی که حق و توحید بیان شو باز فرار میکنه. دیگه از این شیطان ها هم الله متعال میگه که شما به الله متعال چی کنین؟ پناه ببرین.